اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی، الحمدلله ما و شما درس گذشته یکم درس از شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با شرح عبدالرحمن خمیس گرفتیم و امروز دوام عباره های از شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را برای شما دوستان خواهیم رسانید. درس یکم ما و شما درس گذشته مقدمه عبدالرحمن خمیس بود و امروز همچنین سخنان عبدالرحمن خمیس را که عبدالرحمن خمیس برای ما و شما تعلیم میدهد یا آگاه میکند که فقه اکبر را چی طور شرح میدهد، یعنی که با کدام طریق و با چی روش فقه اکبر را شرح میدهد، این را بیان میکند. عبدالرحمن خمیس میگوید که منهجی فی اخراج هذا الكتاب ما یلی، یعنی که روش و طریقه نوشتن من برای این کتاب با طریقه زیر می باشد یا با ذیلی آنه که در پایان ذکر میکنم با این طریق می باشد. عبدالرحمن خمیس میگوید من فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را با این طریق شرح دادگی هستم. یکم، وضع عناوین جانبیتی تقسم الكتاب الى فقرات، گذاشتگی هستم میگد عنوانهای جانبی تقسیم میکند کتاب را به چند بنده، یعنی که هر یک موضوعی خاصش را جدا کردگی هستم میگوید. فقه اکبر را اگر ما و شما متنش را به دست بگیریم بخوانیم از اول تا به آخر بدون موضوع گذاری متن نوشته شدگی هست. عبدالرحمن خمیس میگوید من هر یک تا اون را جدا کردگی هستم و جداگانه هر یک کدامش را عنوان گذاری کردگی هستم که کتاب را به چند بند تقسیم میکند، یعنی به چند موضوعی که در داخل کتاب هست تقسیمش میکند. یکم. و دویم کاری که میگوید در شرح فقه اکبر من کردگی هستم این میباشد که وضع المتن فی اعلی صفحه، گذاشتن متن در بالای صفحه، یعنی که هر متنی را که عبدالرحمن خمیس از متن فقه اکبر امام ابو حنیفه میخواهد شرح بدهد در بالای صحیفه آن متن را میآورد، یعنی که آن متن را در اول صحیفه ذکر میکند پس در زیر آن شرح دادن را شروع میکند. این دویم کار عبدالرحمن خمیس برای شرح دادن فقه اکبر هست. و سوم کاری که عبدالرحمن خمیس میگوید من در فقه اکبر کردگی هستم این میباشد که شرح الکلمات الغامضه، یعنی که شرح دادن کلمه هایی که مبهم هستند، پوشیده هستند، یعنی که کلمه های مشکل را و کلمه های مبهم را میگوید من شرح دادگی هستم. در عباره فقه اکبر هر آن کلمه هایی که مشکل باشد، فهمیدنش دشوار باشد، عبدالرحمن خمیس میگوید من آن را شرح دادگی هستم که آن کلمه چی معنا دارد. سوم کاری که عبدالرحمن خمیس در شرح فقه اکبر انجام داده است. و چهارم کاری را که عبدالرحمن خمیس میگوید من انجام دادگی هستم این میباشد که شرح المتن اجمالا بطریقه مبسطه موافقه لمذهب السلفی، یعنی که شرح دادگی هستم میگوید متن را اجمالا، یعنی که کلمه به کلمه شرحش ندادم بلکه اجمالا که یک متن چی معنا دارد یک جای اون را میگوید من شرح دادگی هستم بطریقه مبسطه، یعنی که با روشی بسیار آسان، بسیار بسیط و کوتاه،
یعنی که بسیار طولانیش نکردم، میگوید موافقت لمذهب السلفی، اما این شرح من میگوید موافق به مذهب سلف صالح است، یعنی که به طریق و به روش مذهب سلف صالح عبدالرحمن خمیس فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را شرح دادگی است. چی طوری که ما و شما درس گذشته شنیدیم و دانستیم از مقدمه عبدالرحمن خمیس که فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را کسی با طریقه سلف صالح یا با روش و مذهب سلف صالح شرح دادگی نیست. چی شرحی که مشهور است و معروف است و برآمدگی است، شرحهای فقه اکبر همش با طریقه متکلمین می باشد، با طریقه اهل کلام شرح دادگی است. و عبدالرحمن خمیس میگوید چهارم کاری که من در شرح فقه اکبر انجام دادم این می باشد که فقه اکبر را به موافق مذهب سلف صالح شرح می دهم. و پنجم کاری که عبدالرحمن خمیس در شرح دادن فقه اکبر انجام داده است میگوید این می باشد که تعزیز کلام ابی حنیفه بکلام اتباعه والمنتسبین الیه، یعنی که تقویت دادن و محکم کردن سخن امام ابو حنیفه علی رحمت و مغفرتش بکند. عبدالرحمن خمیس میگوید من تقویت دادم و محکم کردم سخنان امام ابو حنیفه را با چی؟ بکلام اتباعه، با سخنان پیروانش، یعنی پیروان راستین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را قولهایش را میگوید گرفتم و سخن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی تقویت دادم یا محکم کردم تا اینکه معنایش آشکار و فهما شود. والمنتسبین الیه، و همچنین کسانی که نسبت میدهد خودشان را به امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و خودشان را حنفی میگوید همچنین قولهای اونها را هم گرفتم برای تقویت سخن امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. و ذلك لغرض الایضاح و الشرح و البیان، و این کاری انجام دادم میگوید یعنی که سخنان پیروان امام ابو حنیفه را گرفتم یا سخنان کسانی که خودشان را نسبت به حنفیگی میدهند سخنان اونها را گرفتم لغرضین، به مقصد و مرام چی؟ ایضاح، به مقصد و مرام ایضاح، یعنی که روشنی انداختن و شرح دادن و بیان کردن سخن امام ابو حنیفه. یعنی که میگوید سخنان پیروان امام ابو حنیفه را و کسانی که خودشان را حنفی میگویند به خاطر آن آوردگی هستم که سخنان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی واضح تر بشود و شرح سخنان امام ابو حنیفه بشود و بیان بشود سخنان امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی که امام ابو حنیفه چی میخواهد از این متن گفتهش یا از این سخنان کوتاهی که بیان کرده است درباره عقیده. این هست عبدالرحمن خمیس میگوید پنجم کاری که من در شرح فقه اکبر انجام دادم. عبدالرحمن خمیس میگوید ششم کاری که انجام دادم این میباشد که عزو الآیات الى مواضعها فی القرآن بالرسم العثمانی، یعنی که نسبت دادن آیت ها به موضوعهایش در قرآن با رسم عثمانی، یعنی که آیت های قرآن هر کجایی که آمدگی باشد اون را میگوید من نسبت دادگی هستم به موضوعش که در قرآن عظیمشان در کدام سوره است و کدام آیت است و همچنین نوشته شده یا نوشتمش با رسم عثمانی. با رسم عثمانی، قرآنی که با رسم عثمانی نوشته شده است و مشهور و معروف هم هست که ما و شما خانه یکایک که ما و شما این وجود دارد، میگوید به اون نسبتش دادگی هستم که کدام سوره است و کدام آیت. و هفتم کاری که میگوید انجام دادم برای شرح فقه اکبر این میباشد که تخریج الاحادیث النبویه مع بیان درجتها ما امکنه، تخریج کردگی است میگوید حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم را با بیان کردن درجه اون حدیث، یعنی که صحیح است اون حدیث یا ضعیف است،
این را همچنین بیان کردم، میگوید ما امکنه، آنش که برای من امکانیت بود و امکانیت پیدا کردم. یعنی که هر کدامش را که توانستم حدیثایش را بیان کردم، تخریجش را که در کدام کتاب‌های این حدیث وجود دارد، و همچنین بیان کردم که این حدیثی صحیح است یا ضعیف. این را میگوید من در شرح فقه اکبر انجام دادم. و هشتم کاری که عبدالرحمن خمیس در شرح فقه اکبر انجام داده است این می باشد که وضع اسئله للمناقشتی، یعنی گذاشتن سؤالها برای بحث و مناظره. عبدالرحمن خمیس میگوید سؤالها گذاشته هستم بعدی هر یک درسه برای گفتگو کردن یا برای مذاکره کردن یا برای بررسی کردنی آن چیزی که خواندیم، آن سخنهایی که بیان کردیم. میگوید من سؤالها پیشنهاد کردم. و ذلك لبیان مدى الاستفاده منها. عبدالرحمن خمیس میگوید و این سؤالها گذاشتنم سببش برای این هست که برای بیان شدن مدى الاستفادتی، یعنی که اندازه فایده گرفتگی که ما از فقه اکبر یا که از همون درس چی فایده گرفتیم. از این حساب میگوید من سؤالها گذاشتگی هستم تا آنکه ببینیم هر کسی که فقه اکبر را یک درسش را میخواند در آخر اون سؤالها را جواب گفته میتواند یا نه. و همچنین میگوید سببی سؤال گذاشتنم این میباشد که ولیکی یکون کتابا مدرسیا یسهل تناوله للطلابی، تا اینکه باشد شرح فقه اکبر یک کتابی درسیه، یک کتابی برای درس گفتن باشد، آسان باشد گرفتنش برای طالب علم ها، یعنی که طالب علم ها به آسانی بتوانند که فایده هایشان را از این شرح فقه اکبر به دست بیارند. از این حساب میگوید سؤال ها گذاشتگی هستم و مناقشه گذاشتگی هستم تا اینکه فهمیدن عباره ها یا فهمیدن اون درس برای خواننده خیلی آسان باشد و آسان شود. این هشتم کار است که عبدالرحمن خمیس در شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی انجام داده است. و نهم کاری که عبدالرحمن خمیس میگوید من در شرح فقه اکبر انجام دادم این میباشد که وضع تمهید فیه ترجمه ابی حنیفه مع بیان منهجه فی تقریر اصول الدین و هو مقسم الى فصلین. عبدالرحمن خمیس میگوید وضع تمهیدی، مقدمه گذاشتگی هستم، یعنی که پیش از آنه که متن فقه اکبر را شرح بدهم میگوید اول یک مقدمه گذاشتگی هستم، فیه در آن مقدمه گذاشته هم ترجمه ابی حنیفه، یعنی که ترجمه امام ابو حنیفه است، سیرت و حال احوال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد، مع بیان منهجه. و همچنین در آن مقدمه میگوید بیان کردگی هستم منهج امام ابو حنیفه را، یعنی که راه و روش امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را، فی تقریر اصول الدین، یعنی که در ثابت کردن اصول دین امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی چی منهج را اختیار کردگی بود، میگوید اون را همچنین من در مقدمه ذکر کردگی هستم. و هو مقسم الى فصلین، که اون به دو فصل تقسیم شدگی هست. پس عبدالرحمن خمیس میگوید نهم کاری که من در شرح فقه اکبر انجام دادم این میباشد که پیش از آنه که فقه اکبر را شرح بدهم اولا درباره خود امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی برای شما میگوید معلومات میدهم، از نام و نسبش، از استادها و شاگردانش و از کتابهایش چی قدر کتاب دارد و از حیات و زندگیش و از راه و رویشش درباره اثبات اصول دین و همچنین درباره علم و دانش امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی و قول علما درباره امام ابو حنیفه رحمه الله چی می باشد. این را میگوید من پیش از اونه که متن فقه اکبر را شرح بدهم این را
اولا بیان کردگی هستم. و همچنین انشاءالله رب العالمین ما و شما هم پیش از آنه که به شرح فقه اکبر داخل بشویم اولا این موضوع ها را میخوانیم، اولا با امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی خوب شناس میشویم، پس از آن میگذاریم به شرح فقه اکبر. شاید چند درس های بشود موضوع ترجمه حال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، و بعد از اون باذن الله تعالی شرح متن فقه اکبر را شروع خواهیم کرد. پس این 9 کار است که عبدالرحمن خمیس در شرح فقه اکبر انجام دادگی هست. یعنی که این برای هر یک کسی که میخواهد این کتاب را بخواند پس باید این سخنها را بداند و این 9 چیز را باید هر یک کسی که این کتاب را میخواند بداند. و در آخر عبدالرحمن خمیس میگوید فما کان فیه من حق فمن الله. پس هر آن چیزی که در این کتاب از حق باشد پس از جانب الله است. عبدالرحمن خمیس میگوید هر آن چیزی که من در اینجا بیان کردم حقش از جانب الله تبارک و تعالی است، یعنی توفیق الهی هست، توفیق است که الله تبارک و تعالی برای من داده است که من حق را در این کتاب جای دادگی هستم یا ذکر کردگی هستم. اونش میگوید از جانب الله تبارک و تعالی است. و ما کان سوى ذلك فمن نفسی. و هر آن چیزی که غیر از این باشد پس اون از نفس خود من هست میگوید، یعنی که کمبودی من هست که کدام اشتباهات اگر کرده باشم، کدام کمبودی کرده باشم میگوید اون اشتباه نفسانی من است، یعنی که تقصیر و کمبودی نفس من هست. و استغفر الله من کل ذنب. عبدالرحمن خمیس میگوید طلب مغفرت میکنم از الله تبارک و تعالی از تمام گناهانم. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنم میگوید که تمام گناهان من را ببخشد. اگر یگان خطای هم در اینجا جای داده باشم میگوید از الله سبحانه و تعالی طلب میکنم که الله مرا ببخشد. و همچنین ما و شما هم دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی گناههای یکایک ما و شما را بیامرزد. آمین یا رب العالمین. والله من وراء القصد. عبدالرحمن خمیس میگوید الله تبارک و تعالی از دنبال قصد بنده هست، یعنی که هر بنده ای که قصد و نیتش اصلاح باشد و حق بیان کردن باشد الله تبارک و تعالی دنبال همون قصد بنده هست. اگر یگان سهو خطایی هم بکند الله سبحانه و تعالی می آمرزد اون بنده را. اگر قصدن نکند سهوا به یگان خطای بیفتد. والله من وراء القصد. الله سبحانه و تعالی از دنبال قصد هر یک بنده هست. و هو حسبنا و نعم الوکیل. اون الله سبحانه و تعالی ما را کفایه میکند و الله سبحانه و تعالی بهترین وکیل هست و بزرگترین وکیل الله سبحانه و تعالی می باشد. پس این است که عبدالرحمن خمیس در آخر دعا میکند. و همچنین ما و شما هم قصد و مراممان رسانیدن حق است. هر آن حقی که از زبان بنده بیرون شد پس این از جانب الله تبارک و تعالی است و هر آن اشتباهاتی که از زبان بنده بیرون شد پس این از تقصیر و کمبودی خود بنده هست که اشتباه را به زبان راه دادم یا زبانم تلفظ به اشتباه کردگی است. از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که زبان بنده را برا بگرداند برای بیان کردن آن مقصد و مرامی که بزرگان دین گفتند و بیان کردند. سخنان بزرگان دین را با طریق صحیح و درست برای شما دوستان و شنوندگان رسانیده بتوانیم. آمین یا رب العالمین. و در آخر عبدالرحمن خمیس میگوید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الاستاذ الدکتر محمد عبدالرحمن الخمیس. پس این است مقدمه عبدالرحمن خمیس. پس میگذاریم به ورق دیگری، به صفحه دیگر که در آن صفحه دیگر میگوید که تمهیدو، یعنی که مقدمه یا اولیه. تمهید به معنای مقدمه
یا اولیه، یعنی که اول این را باید تو بدانی ای بنده. ترجمه الامام ابی حنیفه، یعنی که سیرت و حال و احوال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که در اینجا ترجمه و حال و احوال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را بیان میکند شیخ عبدالرحمن خمیس و میگوید که و فیه 5 مباحث، و در اینجا در ترجمه حال امام ابو حنیفه میگوید 5 تحقیقات گذاشتگی هستیم یا 5 پژوهش گذاشتگی هستیم که در زیر این 5 پژوهش ما میگوید بیان میکنیم سیرت و حال و احوال امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را. میگوید که المبحث الاول، یعنی که مبحث یکم یا تحقیق یکم یا پژوهش یکم، این میباشد که حیاته الشخصیه، یعنی که حیاتی شخصی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. عبدالرحمن خمیس در مبحث یکم تنها درباره حیات شخصی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بیان میکند. انشاءالله درس سیوم ما و شما درس آینده درباره این مبحث یکم میباشد که حیات شخصی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی را بیان میکند. و چند درسی که این حیات شخصی امام ابو حنیفه را ما و شما بیان کردیم، پس از این میگذاریم به مبحث دوم که شیخ عبدالرحمن خمیس میگوید که المبحث الثانی، یعنی که تحقیق دوم یا مبحث دوم که موضوع مبحث دوم این میباشد حیاته العلمیه، یعنی که حیات علمی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی. وقتی که حیات شخصی امام ابو حنیفه را چند درس بیان کردیم و با آخر رسانیدیم، پس میگذاریم به قسم تحقیق دوم که حیات علمی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی است. و انشاءالله چند درس دیگری این حیات علمی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی بیان خواهیم کرد که امام ابو حنیفه چند استاد دارد و پیش کی تعلیم گرفته است و چند شاگرد دارد و کیها از امام ابو حنیفه تعلیم گرفتگی هستند، اینها را بیان خواهیم کرد در تحقیق دوم یا در پژوهش دوم. وقتی که انشاءالله پژوهش دوم را بعون الله تبارک و تعالی به آخر که رسانیدیم، میگذاریم به تحقیق سیوم المبحث الثالث، یعنی که تحقیق سیوم. تحقیق سیوم درباره مؤلفات الامام ابی حنیفه، یعنی که کتاب‌های نوشته امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد. انشاءالله رب العالمین مبحث سیوم درباره کتاب‌های این امام اهل سنت و الجماعت ما و شما بیان خواهیم کرد که امام ابو حنیفه چند کتاب نوشتگی است و کدام کتاب‌ها صحیح و درست از امام ابو حنیفه هستند و کدامش از امام ابو حنیفه نمی باشد. اینها را انشاءالله در مبحث سیوم یا در پژوهش سیوم بیان خواهیم کرد. و بعد از اون که تحقیق سیوم را به پایان رسانیدیم، با یاردم الله سبحانه و تعالی میگذریم به المبحث الرابع، یعنی که به تحقیق چهارم. و در زیر تحقیق چهارم با شما این موضوع را بیان خواهیم کرد که مصادر العقیدتی عند امام ابی حنیفه، یعنی که منبع‌های عقیده در نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، یعنی که امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی عقیده رو از چی میگرفت، منبعش چی بود، از کدام منبع‌ها امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی علمی خداشناسی را از خود میکرد، در تحت تحقیق چهارم انشاءالله رب العالمین بیان خواهیم کرد. و بعد از اون که این را خلاص کردیم میگذاریم به المبحث الخامس، یعنی که مبحث پنجم یا تحقیق پنجم. و در زیر تحقیق پنجم ما و شما این موضوع را انشاءالله رب العالمین خواهیم دانست که موقفه من علم الکلامی، یعنی که حالت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی از علم کلام یا طرز برخورد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با علم کلام. انشاءالله رب العالمین در مبحث پنجم ما و شما خواهیم دانست که
امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی درباره علم کلام چی میگوید و هر کسانی که از علم کلام که اصلا در علم کلام غوطیده رفتگی هستند و خودشان را پیرو این امام اهل سنت و الجماعت میدانند، میبینیم که این امام اهل سنت و الجماعت آنها را چی میگوید یا درباره آن علمی که آنها استفاده میبرند چی میگوید. انشاءالله رب العالمین در زیر تحقیق پنجم این موضوع را خواهیم بیان کرد. پس بعد از آن که این 5 تحقیقات را به پایان رسانیدیم یا این 5 پژوهش ها را به پایان رسانیدیم، پس میگذریم به شرح متن فقه اکبر انشاءالله رب العالمین. یعنی که چند درس های ما و شما در این موضوع ها می شود. بعد از اون که اینها را خلاص کردیم، پس میگذریم به مقصد اصلی که شرح دادن متن فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی می باشد. پس دوستان عزیز و شنوندگان محترم با ما باشید و این عالم اهل سنت و الجماعت را از نظر علمای دین و از نظر بزرگان دین بشناسید و بدانید، زیرا اینکه بسیار از جاهلان، بسیار از گمراهان و نادانان در حق این امام اهل سنت و الجماعت امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی سنگهای می پرتایند یا سنگهای می زنند و باید ما و شما این امام اهل سنت و الجماعت را از زبان و از قول بزرگان دین بشناسیم. پس هر آن کسی که می خواهد این امام اهل سنت و الجماعت را از زبان بزرگان دین بشناسد، پس با ما باشد و با درس های شرح فقه اکبری امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی با شرح عبدالرحمن خمیس باشد. انشاءالله رب العالمین این فایده ها را به دست خواهد آورد یا به دست خواهد گرفت انشاءالله رب العالمین. و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانیم و یکایک شما برادران و دوستان را به الله تبارک و تعالی می سپاریم. هر کجایی که باشید سربلند باشید و هر کجایی که باشید با عقیده اهل سنت و الجماعت باشید و هر آن دوستهایی که میخواهند این کتاب شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله را با شرح عبدالرحمن خمیس دریافت بکنند، پس اونها میتوانند که اگر تلفن های اندروید داشته باشند از برنامه یا از پروگرام پلی مارکت استفاده ببرند و در اونجا بنویسند الفقه الاکبر للامام ابی حنیفه، این را بنویسند. البته را پیدا خواهند کرد که در آنجا میگذاریم، اما با زبان عربی می باشد این کتاب در برنامه پلی مارکت، تا اینکه آن کسانی که زبان عربی را میدانند از این کتاب استفاده ببرند و یا می توانند که درس های ما را از روی آن کتاب نظر بیندازد که ما عباره ها را میخوانیم و با زبان ساده تاجیکی ترجمه اش میکنیم. و هر آن کسانی که میخواهند از درس های صدایی، از درس های آوازی این شرح فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی برخوردار بشوند و فایده بگیرند، پس میتوانند که با ما همراه باشند و با ما باشند در شبکه یوتیوب یا در شبکه های اینترنتی که باذن الله تبارک و تعالی این درس ها در این شبکه ها پهن خواهد شد. و مقصد و مرام از پهن کردن این عقیده ها همچنین اصلاح شدن عقیده موحدین می باشد و از الله تبارک و تعالی طلب میکنیم که این عمل ما را خالص بگرداند و همچنین از الله سبحانه و تعالی طلب میکنیم که شما شنوندگان محترم را الله سبحانه و تعالی از دلهایتان تعصبیت را و نفرین و بدبینی را دور بکند
و این عقیده سالم و درست را با گوشهای دلهایتان گوش بکنید و از خود بکنید و با دقت و با احتیاط باشید که این عقیده امام ابو حنیفه صاحب مذهب ما و شما می باشد و این هست عقیده اهل سنتی و الجماعت و این هست عقیده سالم و درسته که انشاءالله رب العالمین در درسهای آینده بیان خواهیم کرد. پس دوستان عزیز، باز بار دیگر یکایک شما را به الله تبارک و تعالی می سپاریم تا درسهای آینده در حفظ و امان الله تبارک و تعالی باشید و هر کجایی که باشید الله یار و مددگارتان و هر کجایی که باشید از الله بیترسید و فرمان الله تبارک و تعالی را بجا بیارید و از هر آن چیزی که الله شما را منع کردگیست از اون دور باشید. پیروزی دنیا و قیامت با شما خواهد بود و از شرک دور باشید و به خداشناسی و توحید نزدیک باشید. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.